سلام دوستان عزیز کانال یوتیوب من. این اولین کلیپیه که میخوایم بذاریم. کانال رو ساب کنید، حمایت کنید، لایک کنید، استوریایی که میذاریم هم نگاه کنید. میخوایم بریم ما حواس فست فود کردیم، همونجایی که خیلی فست فود خور نیستیم گفتیم یه خودمون درست کنیم دیگه، هم دوره همین با خانم هم همین که دیگه یه ساندویچ اقتصادی میخوایم ولی درست کنیم. با من همراه باشید با ادامش. کالباسامون رو اینجوری سرخ کردیم به این صورت، میخوایم سرخشون کنیم. بریم برای سرخ کردن کالباسا. خب کالباسامون رو، البته کالباس که نیاز به سرخ شدن نداره اما من سرخش میکنم. این ساندویچ هم اقتصادی هم به سبک خودمه. کالباس هم معمولا کسی سرخ نمیکنه اما من سرخ میکنم چون خامیشو خیلی حال نمیکنم حقیقت با خامی کالباس. یه کوچولو تفتش میدم که رنگش فقط عوض شه، بعد طعمش هم خوشمزه تر میشه، طعم جالبی پیدا میکنه. خب کالباسامون تموم شد، میذاریمشون کنار. یه گازم خاموش میکنیم، قارچامون رو خورد میکنیم، خیارشور گوجه هم خورد میکنیم. میریم برای قارچا. قارچامون رو میریزیم تو مایتابه. حالا من یه خورده اینو تفتش میدم. نیازی هم به چیزی نداره، ادویه خاصی نمیخواد چون خودش سوسیس کالباسامون چون خودش چیز داره. عرضم به حضورتون که اون خودش ادویه داره، من معمولا چیزی اضافه نمیکنم. شما اگر دوست دارین میتونین فلفل اضافه کنین، ادویه دیگه حالا نمکش رو بیشتر کنین، اون دیگه سلیقه‌ایه دیگه. کالباسمون رو آماده میکنیم میذاریم کنار. قارچمون رو خورده تفت میدیم. آب که انداخت یکم هم سرخش میکنم. تو ادامه بهتون میگم چیکار میکنم. خب قارچمون به این مرحله که رسید میذاریمش کنار. نونامون رو آماده میکنیم. نونامون رو از بغل برش میدیم. حالا میتونید توشو خالی نکنید ولی من چون موادم زیاده یه کوچولو توشو خالی میکنم که آویزش میدم. گرفتم یکم. خب نونامون رو آماده میکنیم. حالا شما فکر کنید من نون رو آماده کردم دیگه، بیا اینجا اینجا رو بگیر. کاهون رو شستیم چون وقتمون کم بوده، اینجوری تکیه میدیم تکون نخوره کل میز رو گم بزنه توش.
دستگاه خیلی خوبه، اگه ندارید حتما یه دونه بگیرید. اینجوری آبشو خالی میکنیم اینجا. خب کاهو رو میریزیم اینجا. من باید یه فسفودی بزنم خدایی. خیارشور پرملات. خیارشور رو البته سرکه‌ای یا خیارشور نمکی حال نمیده، خیلی شور میشه. کالباس هم که خودش شوره، نمک داره، یعنی خیلی چیز نمیشه. حالا اگه خانم قطع نکنه کلیپو، اینجا ما پنیر پیتزا داریم. اینجا ما پنیر پیتزا رو باز میکنیم، یه گاز دوباره روشن میکنیم، قارچ رو میذاریم روش. قارچ الان دیگه داغی خودشو داره، نمیذاریم یه کوچولو دوباره حرارت ببینه. حرارت که دید، ببینید این 300 گرم پنیر پیتزا. خب ما نصفش رو میدیدیم، نصفش هم برای 4 تا به قول معروف ساندویجه. نونامون هم تقریبا معمولیه دیگه، حالا چند سانتش رو، نونامون تقریبا 30 سانتیه، بخوام اینجوری بهتون میگم متوجه شین. نصف کمتر پنیر رو میریزیم، چون من خانومم خیلی پنیر پیتزا نمیخوره، من خودم خیلی حقیقت راغب نیستم با پنیر پیتزا. یه تکونش میدیم گرم بشه پنیر، میذاریمش رو شعله کم، پنیرش آب بشه. بیا اینجا خانم، اینجا رو بگیر. بقیه نونامون رو آماده میکنیم. نونا خیلی تازه است. یه کوچولو خمیراشو در بیارید که خیلی هم خالیش نکنید که یه لخت بشه. نونتون تازه باشه شکننده میشه اگه خیلی خالیش کنید. آموزش فسفود با وحید. خب کاهو پرملات، تمیز و مرتب، پپل. چه فسفودی بشه این. خب خیارشورا و گوجه هاش هم میذاریم و من تون تون دارم انجام میدم که قارچم خراب نشه. کالباسا رو هم میچینیم. من واسه هر ساندویچ بستگی به خودتون داره، نمی‌کنم کنم سوختگیش معلوم نباشه. من واسه هر ساندویچ معمولا 7-8 تا پر میذارم. میتونید پراشو توپلتر بذارید، ضخیمتر ببرید، یه اون بستگی به خودتون داره دیگه. حالا اونو خودتون میتونید کم و زیادش کنید. هر جوری دوست دارید میتونید درست کنید، ولی این ترکیب رو حتما امتحان کنید، خیلی خوب میشه. حالا من یه نمونه براتون میزنم، اینو رو این میزنم که بهتر متوجه شید. قارچ و پنیرمون آماده شد. قارچ و پنیرمون یه هم میزنیم که قشنگ با هم قاطی شه. یه دونه قارچ هدر نمیذاریم بره.
یعنی میتونید اینو حالا ذهنی میتونید اینو 4 قسمتش کنید. حالا من میگم چون خانمم کم میخوره پنیر پیتزا رو برای خانمم کمتر میزنم. من این بذارمش این بر دست شما نسوزه. بعد اینو میریزید پنیر پیتزا رو با قارچ روی ساندویچ. چه سم میشد خانم. این یه دونه شما چسبی رو یه لحظه من نگه میدارم، بقیهش رو ادامه کامل شدن نشونتون میدم. خب دوستان عزیز شد 4 تا ساندویچ. حالا اندازه هاش هم بخوام بگم بهتون، وجب من تقریبا 20 سانته، 20 و چند سانت مثلا نونامه. حالا بخوام اندازه‌ای بهتون بگم کل این خرید ما شده 300 و تقریبا 30 تومن. این کالباسی که دارید میبینید تقریبا نصف کالباسش مارتادلا بوده. ازم به حضورتون که گوجه 4 تا دونه گوجه متوسط تقریبا کوچیک بوده. خیارشور و گوجه و کالباس و کاهو با نون، اینا همش تقریبا شده 350-60 تومن. شما با 4 تا ساندویچ میتونید با این ابعاد، با این چیزی که نشونتون دادم بگید. قارچ هم بوده راستی. میتونیم با همچین چیزی. الان نصف بیشتر پنیرمون اضافه اومده. بعد کالباسمون هم نصفش مونده. اگر میخواین حساب کنید ببینید چجوریه. این چیزی بوده که خدمت شما توضیح دادم. امیدوارم که از خوردنش لذت ببرید و به نظر منم حتما امتحانش کنید. اینم رخ کاره. اینم پنیر پیتزای برشته. با تشکر از همراهیتون. ساب کنید و لایک کنید. ممنون از همراهیتون. تا درودی دیگر. بدرود.